امروز اومدیم توی این ویدیو با گرونترین لپتاپ گیمینگ ایسوس و قیمتش رو بخوام بهتون بگم 256 میلیون تومنه. شاید این ویدیو به در خیلیاتون نخوره چون تهیه کردنش کار هر کسی نیست به شخصه و صرفا من تو این ویدیو میخوام بهتون بگم 256 میلیون تومان پول بدین این لپتاپ چی داره و چی بهتون تحویل میده و اینکه آیا ارزش خرید داره یا اینکه برین نه یه کیس گیمینگ خفن جمع کنین. بریم تو دل ویدیو. این لپتاپ اول از همه سخت افزارش گرونش کرده، دوم از همه این که تعداد محدودی وارد ایران میشه. کلا لپتاپ های خیلی خاص به خاطر اینکه صرف اقتصادی آنچنانی نداره تعداد زیادی وارد ایران نمیشه. یکی از دلایلش هم همونه که قیمت بالایی داره و مشخصاتش رو بخوام بهتون بگم i9 14900 HX داره، 64 گیگ رم داره، DDR5 1 ترابایت SSD داره و 4090 16 گیگ. از مینی LED استفاده میکنه، سایز صفحه‌ش هم 2K. آره مشخصات فوق العاده ای داره، مشخصاتی داره که ولی بازم به نظر من 256 میلیون و 599 نمیارزه. در کل حالا شاید یکی از شما خواست بخرتش، من باز لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم که بتونین مستقیم وارد این کالا بشین، حالا مشخصات کاملترش رو ببینین و یعنی هرتز رمش و اینجور چیزا رو خواستین ببینین اونجا میذارم براتون و اگه خواستین حتی بخرینش. دمتون گرم اگه خریدینش. بگین اگرم خواستین بخرینش بگین من این کد تخفیف میگیرم، لاغن 400 تا 500 تا روش تخفیف بگیرید. بی خیال. قسمت در این لپتاپ از فلزه و بقیه قسمت از پلاستیک ABS 18 اینچه، یعنی میتونم بگم بزرگترین سایز لپتاپیه که میتونین بگیرینش تو بازار. بزرگتر از این نداریم. فوق العاده است از نظر سایزی، از نظر کیفیت صفحه نمایش عالیه و اگه اشتباه نکنم هرتزش هم بهتون بگم، هرتزش هم 240 هرتزه و همه چی هم پشتیبانی میکنه. یه صفحه نمایش فوق العاده هم گیرتون میاد. ولی در کل ولش کن، بی خیال. بریم سراغ معرفی لپتاپ. یه وبکم دارین که معمولی ترین وبکمی که میتونه روی یک لپتاپ استفاده بشه. در کنارش دو تا سوراخ همون میکروفونش اون بالا هستش که نویز کنسلینگ هم داره و اگر میخوایم مستقیم از اون میکروفون برای گیمتون استفاده کنین فوق العاده است. نویز کنسلینگ فوق العاده ای داره، یعنی بجز صدای شما صدای محیط رو حذف میکنه و راحت میتونین اگر تو محیط شلوغی دارین گیم بازی میکنین صدای خوبی برای اون یاراتون تو بازی میره. یه صفحه نمایش 18 اینچی داره، فریم فوق العاده باریک، صفحه نمایش فوق العاده با کیفیت یه جوریه که لذت میبرین از دیدن تصاویر توی این مانیتور. پایین‌تر که بیایم یه صفحه کلید فوق العاده بزرگ دارین. اصلا قسمتی که صفحه کلید روش جای گرفته فوق العاده بزرگه، چون من لپتاپ 17 اینچ دارم مثلا این پلون خیلیه و جنس پلاستیک ABS داره. یه حالت نیمه شفافه، یعنی کف بدنه زیرش رو داریم میبینیم که چه فلز و اون قطعاتی که استفاده شده مشخصن. یه سری طرح‌های تکسچر تور روش داره که به نظر من جذابش کرده. دکمه پاور سمت راست بالاه که دور از دستتونه که خیلی راحت دستتون بخوره نیست، فوق العاده است جاش. قسمت بالا یه 5 تا دکمه داره که میتونین کاستومایزش کنین و اونجوری که دوست دارین، ولی خودش هم دیفالت یه سری چیزا رو براتون مثل صدا، میکروفون، تنظیم فن و قسمت تنظیمات راک سنتره که میتونین برین و اونجا تنظیمات پیشرفته تر و حرفه‌ای تر رو اونجا انجام بدین. صفحه کلید فول RGB میتونین کلیک به کلیک این RGB رو دستکاری کنین. مودای فوق العاده‌ای داره. به شخصه وقتی باش کار کنین لذت میبرین. نرمی صفحه کلید فوق العاده است. جنس نوع کلیک های صفحه کلید مکانیکال لیزریه، یعنی با قطع شدن لیزر اون فرمان کلیک شدن رو به دستگاه میده و فوق العاده سرعتش بالاه. لذت میبرین. ترک پد خیلی خوبی داره به نسبت شیشه‌ای، وقتی باش کار میکنین حس خیلی خوبی داره. فکر نکنم کسی که بخواد این لپتاپ بگیره بخواد با ترک پدش آنچنان کاری کنه مگه موس همراهش نباشه.
وگرنه صرفا ترک پد هست اگر موستون رو نمیخواستین از تو کولتون در بیارین. و مشخصاتش هم که بهتون گفتم، خروجی های هوای فوق العاده ای داره. اینجوری بهتون بگم که شما میتونین از خروجی هواش جلوش غذاتون رو گرم کنین ولی گرماشو زیر دستتون حس نکنین، به خاطر سیستم تهویه فوق العاده ای که داره. از این خروجی پشت که یک پارچه از پشته و قسمت سمت چپ و سمت راست خنک کنندگی فوق العاده ای داره. پورتاش هم بهتون بگم، قسمت سمت چپ جای شارژ داره، لنو داره و HDMI، تاندربولت و دیسپلی پورت و همون تایپ سی که دیسپلی پورت هم میتونید ازش خروجی بگیرین. جک 3.5 هدفون و سمت راستش هم 2 تا تایپ A3 داره. این خروجی پورتش و زیرش هم که دارین میبینین یه دیزاین خیلی خفن، میزان هوای ورودی از اینجا بیش از حده که اینا رو خنک کنه به خاطر همین فضا. و وقتی میخواین استفاده کنین حتما زیرش رو مطمئن باشین که تمیز باشه، یه وقت گرد و خاک چیزی از این زیر آنچنان واردش نشه. از لیکوید متال داره استفاده میکنه، پس اگر میخواین کولپد زیرش استفاده کنین دقت کنین که شیب زیادی بهش ندین. این لیکوید متال با لیکوید متال PS5 ها فرق داره. PS5 جوری پرس شده که لیکوید متال سر نمیخوره، پس شما اگر PS5 رو ایستاده بذارین مشکلی نمیخورین. ولی لپتاپ مثل PS5 پرس خیلی خفنی نشده. به خاطر همین میگم اگر میخواین کولپد استفاده کنین حتما کولپدی استفاده کنین که شیب بهش نده و تو دمای خیلی بالا اونقدر داغون نشه. فوق العاده گرمای زیادی از خروجیش داره به خاطر سخت افزار بالایی که داره و اگرم میخواین اینو تهیه‌اش کنین پشیمون نمیشین. ولی 250 میلیون پول یه لپتاپ. و نظر شخصی رو بخوام بهتون بگم، اگر میخواین این لپتاپ رو تهیه کنین صرفا به خاطر اینکه بگین بتونین جابجاش کنین، به این راحتی ها نیست. چون این لپتاپ هم خیلی وزن بالایی داره در کنار شارژر. البته یادم رفت اینو بهتون بگم کیف و موس هم داخل پکیج این لپتاپ هستش. به واسطه شارژر و پکیجی که شما همراه خودتون میگیرین وزن خیلی، یعنی انگار واقعا دارین یک کیس رو جابجا میکنین و اینجوری هم نیست که بگین هر روز رو کولم بذارم مثلا ببرم سر پروژه و اینجور چیزا. و فوق العاده حساسه به واسطه لیکوید متال. اگر مثلا داغ شد شما نباید سریعا حملش کنین و وایسین تا خنک شه، بعدش خاموشش کنین 10 دقیقه رو وایسین کاملا دمای لپتاپ بیفته از گرما و بعدش تازه بذارینش تو کیفتون. یا اگر یه وقت عجله دارین با دقت خیلی بالایی این کارو کنین که اگر یه وقت تو زمانی که دما خیلی بالا باشه و بذارینش تو کیف یا مثلا تو کیف گذاشتین کیفو محکم بذارینش زمین به فکر این که ضربه گیر داره، دقیقاً همون لیکوید متال ضربه میخوره و مشکل ساز میشه. در کل اگر من باشم، من لپتاپ گیمینگ خریدم که گفتم هی جابجاش کنم. کلا الان نزدیک 9 ماه 10 ماه گرفتم، 17 اینچ مال من. یک بار تونستم جابجاش کنم، از بس سنگینه و میترسم جابجاش کنم. به خاطر همین اگر جابجا میکنین پیشنهاد من اینه که لپتاپ تاف بگیرین، اون خیلی بهتره تو جابجایی. و در مورد کیس، اگر میخواین به عنوان رندرینگ و اینجور چیزا بگیرین میتونین با کیس و سیستم ثابت کار کنین. اون به نظر من بهتر از این لپتاپ واسطون، مگر اینکه طرف یک کیس 500-600 میلیونی داشته باشه، حالا میخواد کنارش یه لپتاپ این شکلی هم داشته باشه، اونا فرق داره. آره اونا میتونن استفاده کنن. و اگر برای گیم دارین هزینه میکنین PS5 بگیرین که بهتر از اینه، و یا همون کیس بخوایم بگیرین. افراد خاصی این لپتاپ میگیرن. در کل نظرتون رو میتونید توی کامنت ها به من بگین. اگر هم نظر پیشنهاد خاص دیگه ای دارین یا لپتاپ خاص دیگه ای تو ذهنتون بود بگین، من براتون بررسیش کنم. صرفا اینجا جلوم بود خواستم بهتون معرفیش کنم و امیدوارم این ویدیو کوتاه لذت برده باشین. ببخشید که بررسی گیمش نمی کنم چون زیاد این لپتاپ دستم نیست، صرفا برای عکاسی اومده و اینجور چیزا. اونقدر دستم نمیمونه که بخوام تست گیم براتون بگیرم. ولی بازم حالا شما درخواستتون زیاد بشه برای تست گیمش، اونم براتون میگیرم. دمتون گرم تا اینجا ویدیو بودین. لایک، سابسکرایب، کامنت، همه اینا حمایت های شماست از من.
دمتون گرم. مرسی.